اسباب و اشیای جنسی در بازار خرید و فروش میشه که شما اطلاع دارین یا ندارین. آلات مردانه در بازار خرید و فروش میشه که از هر چیزی که ساختن. همون محل خاص زنانه هم از هر چیزی که ساختن فعلا در بازار خرید و فروش میشه که فکر میکنم آهسته آهسته در افغانستان نفوذ کرده و در دنیای اروپا و دنیای پیشرفته و متمدن امروزی خیلی زیاد است. برادرای تاجیکستان که در روسیه هستند، سوالشان این است که در عصری که ما زندگی میکنیم، عصر تکنولوژی و عصر پیشرفته است، انواع و اقسام گناه ها برای جوانان فعلا مهیا شده و دنیای کفر در صددی هستند که جوانای امت اسلامی را شکار بکنن، ایمانشان در معرض خطر قرار بدهن، حیا را از پیششان بگیرن. فعلا اسباب و اشیای جنسی در بازار خرید و فروش میشه که شما اطلاع دارین یا ندارین. آلات مردانه در بازار خرید و فروش میشه که از هر چیزی که ساختن و همچنین همون محل خاص زنانه هم از هر چیزی که ساختن فعلا در بازار خرید و فروش میشه که فکر میکنم آهسته آهسته در افغانستان نفوذ کرده و در دنیای اروپا و دنیای پیشرفته و متمدن امروزی خیلی زیاد است و در صفحات مجازی هم همه او را مشاهده کردن و میبینن. حالا حکم از چی هست؟ آیا استعمال چنین آلات و اشیای جنسی برای زنان و برای مردان جواز داره از دید شریعت یا جواز نداره؟ نیاز است دیگه. این از جمله همون مسائل مستحدثه است که سابق نبود، اگر بودم به این شیوه نبود. بنابراین کسی سوال کرده، ناگزیر شدیم که این رو جواب بگوییم. یک فتوا هست به نام فتوای معاصره فی حیات زوجیت، در عرب نوشته شده ای. الاستمتاع بالقضیب الصناعی گفتن یک باب داره، فایده گرفتن، نفع گرفتن با آلات مصنوعی و ساخته شده ای که امروز صنع شده. آیا برای زنها اجازه هست که از آلات مردانه ای که فعلا در بازارها فروخته میشه از این استفاده بکنن برای تسکین شهوت خودشان؟ و همچنین برای مردان اجازه هست چیزهایی که شهوت از اونها را تسکین میکنه، اشیایی که هم جنس زنها، هم نوع زنها، هم رنگ زنها ساخته شده در بازار، از او استفاده بکنن. شماره و رقم فتوا را 29221 است. در اونجا این سوال شده، در جواب گفته شده که حلال نیست نه برای مردان نه برای زنان استعمال چنین اشیا. چرا؟ الله رب العزت و الجلال وقتی در قرآن ما مراجعه میکنیم در دو جا، یکی سوره المؤمنون از آیه 5 6 7 3 آیه، سوره معارج آیه 29 30 31 صفات مؤمنان بیان میشه. یک از صفاتشان والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان کسانی هستند که اونها کنترل شرمگاه های خود را میکنن، کنترل میکنن شرمگاه خود را.
مهار میکنن شرمگاه خود را. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر از زنانشان و از کنیزانشان که فانهم غیر ملومین، با زن خود با کنیز خود اگر کسی خود ارضا میکنه، خود اشباع میکنه، تسکین شهوت برای خودش میاره با استفاده کردن زنش و کنیزش، فانهم غیر ملومین، الله رب العزت و جلال میگه اینا ملامت نیستن، هیچ ملامتی سرشان نیست. فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که طلب میکنه غیر از این محل ها را که گفته شد، فاولئک هم العادون، الله رب العزت و جلال میگه اینا متجاوز هستن، اینا متجاوز هستن، از حدود خدا بیرون رفتن. اینا را متجاوز گفته میشه، از حدود خدا بیرون رفتن. سوال پیدا میشه که اگر اینا اجازه نیست استعمال چونین آلاتی که فعلا برای تسکین شهوت ساخته شده و جنسی هست، پس یک کسی که توانایی ازدواج نداره یا یک زنی که شوهرش رفته به سفر به مسافری چیکار کنه؟ شهوت فشارش آورده. رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر تسکین شهوت، به خاطر وقایه از زنا یک پیشکش دیگه داره. حدیث 1400 امام مسلم است. عبدالله بن مسعود راوی حدیث است. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم میگه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، ای گروه جوانان اگر شما توانایی ازدواج دارین ازدواج کنین، فانه اغض للبصر و احسن للفرج، چون این کنترل چشمان شما را میکنه، کنترل شرمگاه شما را میکنه. و من لم یستطع فعلیه بالصوم، کسی که توانایی ازدواج نداره راهکاری که پیشنهاد کرده شریعت روزه گرفتن است که این کسر شهوت میاره، کمی شهوت میاره. فانه له وجاء، پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میگه این وقایه از زنا هست. و او طرف برای ما میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای زنا میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مردها هم چشمهای خود کنترل بکنن، زنا هم چشمهای خود را کنترل بکنن. سطر مردانه و سطر زنانه هر دو باید در نظر گرفته شود. پس یک مسلمان، یک جوان بیاندیشه که روز قیامت و پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی جوابگو است و ای که شهوت فشارش میاره او در برابر شهوت مقابله گری میکنه، این به درجات قرب ولایت الهی میرسه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، آیه 40 از سوره نازعات است. کسی که از مقام پروردگار خود ترسید و نفس خود را از خواهشات منع کرد، جنت جایگاه از او است. پس ما در دار امتحان هستیم، ما باید امتحان بتیم. بله فشار میاره، شاید کسی روزه بگیره باز هم شهوتش به او فشار بیاوره، پس باید مقابله بکنه. اما درجه استعمال چونین آلات ضررش و گناهش کمتر از زنا هست، اخفتر از زنا هست. آیا کسی که خوف زنا داره، خشیت از زنا داره، ترس از زنا داره، استعمال چونین آلات برش اجازه هست؟ علما گفتن باز هم مباح نیست استعمال چونین آلات، باز هم مباح نیست استعمال چونین حالات. پس علما جرأت نکردن به استعمال، به اجازه دادن استعمال چونین آلات. پس به یک مسلمان هم خیلی شرم است. واقعا مسلمان که حیا داره، لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا. پس یک زن چونین آله را حتی به اجازه شوهر هم جواز نداره که اینا استعمال بکنه. به اجازه شوهر یا بدون اجازه شوهر زن نمیتونه از این آلات استفاده بکنه و همچنین مرد نمیتونه که استفاده بکنه. ولی گناهش خفیفتر از گناه زنا است، خفیفتر از گناه زنا است. امیدوارم این مسئله رو شما گرفته باشین. مسئله دیگر